تشکر زیاد برادر. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان آفرید، حکیمی سخن اندر زبان آفرید. حمد و ستایش مر خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. هر دم از ما صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحابش تمام. و بسم الله خدایا تیز کن تیغ زبانم را، بر رحمان و رحیم نصرت کریم گردان بیانم را. هیچ نام خوشتر در جهان به بسم الله نیست، زان که بخشنده عصیان بجز الله نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم خاندان عزیز شریف، خاندان محترم و انشاءالله مهمانان گرامی قدر. اولا انشاءالله ما این اهل خاندان مصیبت فرارسی توی سنت سنه رسول صلی الله علیه و سلم که نام عقد نکاح است، تبریک و مبارکباد میگیم. که بزرگان دعا کردن بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم الف بین قلوبهم کما الفت بین آدم و الحوا. پروردگارا بین این دو نوجوان محبت پیدا نما، آن محبتی که بین آدم و حوا پیدا کرده بودی. اللهم الف بین قلوبهم کما الفت بین یوسف و زلیخا. پروردگارا بین این دو نوجوان محبت پیدا نما، آن محبتی که پیدا کرده بودی بین یوسف و زلیخا. اللهم الف بین قلوبهم کما الفت بین محمد المصطفى و خدیجه الکبری. پروردگارا بین این دو نوجوان محبت پیدا ما، آن محبتی که پیدا کرده بودی بین محمد مصطفی و خدیجه کبری. اللهم الف بین قلوبهم کما الفت بین علی المرتضی و فاطمه الزهرا. پروردگارا بین این دو نوجوان محبت پیدا نما، آن محبتی که پیدا کرده بودی بین علی مرتضی و فاطمه الزهرا. و در آینده الله سبحانه و تعالی از خزائن غیب خودش فرزندهای صالح و صالحه مثل ابوبکر و عمر و عثمان و علی و دختران صالحه مثل انشاءالله خدیجه و عایشه و بیبی مریم و بیبی سارا در آینده، یعنی فرزندهای صالح و صالح علی خداش کرامت نباید. و چون این روز خرسندی شادی را الها بکان کل خاندان ما الله نصیب دیند. امروز صحبت ما خدا خواهد توی سنتی عقد نکاح یکچند انشاءالله نصیحت بر داماد میکنه و یکچند نصیحت انشاءالله بر عروس، لیکن بر همه ما شما انشاءالله که تعلقاتی دارد عزیزان من، چون که ما هم چی داریم؟ خانم و زن داریم. ما هم انشاءالله خدا خواهد آرزوی زن گرفتن داریم و ما هم انشاءالله دخترامون به شوهر دادن آرزو داریم. این نصیحت ها را باید که در گوش هر یک انسان انشاءالله بگیریم و انشاءالله عمل کنیم عزیزان من. انسان علم میگیره به خاطر عمل کردن. اگر علم بگیری بشنوی و عمل نکنی و فایدهش نیست. الحمدلله امروز مادی تو غذای معنوی امروز کم است. از غذای معنوی کم بودنش ما در دین و در دنیا پیش نرفته سادیم عزیزان من. امروز برای چی خطای پیش رفت؟ برای چی امریکا پیش رفت؟ برای چی پیش رفتن؟ چون که واسطه علم، واسطه دانش، واسطه حرکت پیش رفتن. ما چی امروز خدا خواهد ایباره صرف و بکاری خدا خواهد مسابقه داریم. این 10 تا کمپا کرده و 20 تا میکنه و 20 تا کرده من 30 تاش میکنم و 40 تاش کرده من 50 تاش میکنم. میره من کت خدا خواهد انشاءالله. نقش رو میخری، نقش رو میپوشی. دختر خدا خواهد کپک نگیرش. من برای تو مثال دارم. پیامبر علیه السلام محمد علیه السلام من عایشه زنی بهترین روی دنیاست. بهترین رسول گفتن که زنهای دنیا 4 تا بهترینش، یکیش انشاءالله خدا خواهد آسیه زنی فرعون ملعون دوزخی شد، خدا لعنتش کنه چون که در دنیا دعوای خداگی کرد، بدبخت از دنیا به ایمان رفت. همسرش چی؟ الحمدلله حضرت موسی ایمان آورد و به ایمان رفت. بهترین زن گفتن. یکی بهترین گفتن همسری من چی؟ خدیجه است گفتن.
خدیجه رضی الله تعالی عنها بهترین زن شد که چون که اولین شده ایمان محمد نمین ای زنها خدیجه آوردگی. از مردکا ابوبکر صدیق آورد، اولین شده اسلام قبول کرد، لا اله الا الله محمد رسول الله گفت. و از زنها خداخواد خدیجه رضی الله تعالی عنها شد. از کودکا حضرت علی کرم الله وجهه اولین شدن لا اله الا الله محمد رسول الله به اسلام انشاءالله خود داخل شد. بهترین زن که خدمت رسول صلی الله علیه و بسیار به درجه بلند کرد. خب من در رفتی موضوع اگر طوری بیاد بعض خصلت‌های حضرت خدیجه را میگم. و یکی دیگر بهترین زنها عزیزان من کی است؟ الحمدلله بی مریم است که حضرت یعنی عیسی علیه السلام مادر زن پاکترین دنیا عزیزان من، بهترین زن. و رسول الله صلی الله علیه و سلم چندین زنها دارد، یکی با بهترینش عایشه صدیقه است. همین عایشه صدیقه ببینید 210 حدیث از رسول الله روایت کرده است. ما شما مردکا حدیث یاد نمیکنیم، ولی ما شما قربت حدیث یاد کردن هم نداریم. بزنکش بهترین شد که حدیث های رسول الله صلی الله علیه و روایت کرد. همین عایشه صدیقه را ابوبکر صدیق رسول الله صلی الله علیه و سلم بنام پدرکش کرده. حضرت ابوبکر لفظ خودش میگن انا احب ان اکون بنتی فی تحت رسول الله صلی الله علیه و سلم. من یگانه گفت در دنیا آرزو دارم که همین دخترم در نکاح پیغمبر باشد. 2 ساله بود رسول الله پدرکش کرد. ما برای چی اگه جوله دختر پدرک نداریم روز؟ اگه دار خوار نچو پدرک نداریم روز؟ اول چی میپرسی؟ خدا خود پول میپرسی. اول چکا میتی دختر را میتی ها بچیز بریلیان میتی دلار میتی که اونس میتی اول. این کجاش این مسلمانی است؟ بعد کجاش این ایمان است؟ از ما چه دیگه که امیار برای شما کجاش؟ گو پدرکش کرد. 18 ساله بود عایشه صدیقه رسول الله صلی الله علیه و دنیا گذشتن. 18 ساله بود پیامبر علیه السلام ای دنیا گذشتهش نه، چون که زنهای پیغمبر هیچ کس حق ندارد بنیکاش، چون که خدا نمیگه که زنهای پیغمبر این مادرای شما است. ما همچنین زنهای پیغمبر هم مادر اعلان میکنیم، مادری ماست. الحمدلله هیچ کس حق ندارد بعد وفات پیغمبر زنهای وی یگان کس بگیرد، چون که مادر ماست. الحمدلله همین مادر میدانی پیغمبر ابوبکر پدرکش کرد. برای چی تو نمیکنیم روز خدا؟ چیز چاره، این چیز چاره که حیات حل نمیشه. امروز بین عالم یهودیت بین، عالم نصرانیت بین 10,000 روبل نظر نگیرن، 10,000 روبل نظر نگیرن. ما مسلمان ها 100 میلیون نگیرده از رسیدیم. روز باز قیمت چه باشه سیبا. این نهیرانبازی خلاص، این دوستی نیست، این اسلام پروری نیست، این ایمان پروری نیست. عزیزی من برای شما مثال بیارم. دوره‌های رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه 2 گروه جدا میشوند. یکیش مهاجر است، هجرت کننده از مدینه از مکه به مدینه رفتن. یکیش انصاری است. انصار کلمه از نصر گرفته شده ریشش یاردم کننده. کدام صحابایی که میرفتن چیکارش میکردن؟ یاردمش میکردن. بچه یاردمش میکرد؟ من دخترش میدادش، خانهش میداد، لباسش میداد، نون و آبش میداد. عبدالرحمن رفت میگد چونکه طول میرفتن مسجد جاش بود. مسجد جای بهترین چی است؟ الحمدلله مسافران مسلمانان روی دنیا است. الحمدلله جایی که روید یکم کذرم حرکت میکنیم مسجدیم، چون که مسجد چی؟ جای آرام، جای خاموش، جایی که مهر و محبت مسلمانان با مسلمانان است. الحمدلله به عدد شکر. خلاص می وقتی که برفت میگد عبدالرحمن میگد صحابه اومده اینجا بیا، ایوه انصاف نیست که من در خانم بزنم خورم تو بیزن باشی. خانم میرم گفت 2 زن دارم، یک زن ما گفت میبرارم میمونمش انتخاب که کدامش معقلت شود. من جوابش میتیم ادش میبرایم 3 حیض میشینه ادش میبرایم نکاح کردم بگیرش من 100 جهان راضی گفت این وریانت نشید جوره
چی باوریان بکیمت؟ گفت نباشم دو تا خونه زیبا دارم. بین این دوست دارم، دو تا خونه زیبا دارم، کدامش بخوای پدرکت میکنم در راه خدا. من تو چیز نمیپرسم، پول دنیا نمیپرسم. گفت این هم نشه جونه. نباشم گفت دو باغی خرما دارم، گفت که هر سالی میلیون فایده میارم، کدامش خواهی رفته من در راه خدا میتیمد. این مسلمانی مؤمنی نیست. مؤمن باید که میگد مؤمن آنچه که برای نفسش روا میبینن حدیث صحیح است، باید که دیگران هم روا بینش. از ما شما خدا خرد باشد یک جورت دختر تبته همین خیلی پل ندارم گاه دفچا میکنی، اول پل بیار، اول تو کورپا میکنی، جوگا میکنی، بسم الله ستنکا میکنی، اول نیستش میتی از با مود داشته طرفی دختر دارا بچه دارا دختر دارا نه ریخت کرده دست داده. همین یک تاش کم نشد دختر که نه 100 تا خرم دخترت. این همین دوستی اکا و خوال هم که کسی هست اپاچه و خوال که خودش نکر زادی هست. دیمک ما فقط برای چیز کسی هم عروس برای چیز دنیا. من گفت میدانی گفت جورم من فقط یگانه راه بازای مدینه نشون ته گفت چیت من دیگه دیست نکنید. اندک نمیگه روی سودا میگوست میلیاردر شده برف عبدالرحمن. این بهترین میلیاردر صحابه که تمام اینه که پول شکینده صرف کرد، روی اسلام ده صرف کرد، زندان ده نه، کازینون ده نه، قمار ده نه، همه نماز خونه قمار باز. یک نماز خونه ماشین باید داده است امروز و حرام است و قمار حرامه عزیز من. اخدا نمیترسی ما پلی افتش که کسی من الحمدلله من جا مسجد ساخته زده. خدا مبارک کنه خدا خدا که آن قوم و جمعیت که مسجد آباد کن. آنیم دستار کن بعضی این توچ که به خطا خدا خد نزدی الله و آخرت ثواب دارن این مساجده. آواد که اکی نخدا خد میون تبا رایانی سوخ نکود 4 تا مسجد شده ساده. آلی سوخ زمین خدا مبارک کنه من یک مسجد بود کرشیدن از 2 تا دیگه مسجد رفته ساده. اگر شما تا بکشو این مسئله برای رکلام منه دعوی میون تا بنده کن. اینده پلاتی خدا خواهد 10 میلیون دا کیلینگیو خدا خواهد 40 میلیون شا بورده تیک کن گو که دعوی جورا که سردار شا خدا مبارک کنه رحمتی کلون انسان دا چون که این عجرش جنت ہے. خدا قرآن نمیگه سوره توبه استعیذ بالله انما یأمر مساجد الله من آمن بالله و الیوم الاخر. کیا مسجد آباد میکنه؟ آنانی که ایمانی به خدا داره و ایمانی به روز قیامت داره. هم آباد نمیکنه که تا خدا اگر ایمان داشتی خدا های حق های پگه قیامت های محکمه سودی های حساب کتاب جزا های میدونی ایمان تای میره اونجا هیچی هم نباشی برفته خدمت که خدا اجرا میکرد. تو دیگه نشه که من پول ندارم خدا خواهد اعلان کرده که هنوز حشر همون جبرا خدا خواهد غیش مونی صحابی غیشتا میگیری خدا خواهدشم. یک تخته قدم صحابی تخته تا میتیم، یک کافسی میتیم همون صحابی زد. یک اگر غیش مونی خدا روز قیامت در جنت هر قصر ها میتیم که هر یک غیش ایت الله. پیغمبر شب معراج جنت درمد چونکه رسول الله صلی الله علیه و شب معراج جنت هم دوزخ همش خدا نشونش داد گفت این بندهای صالح امتا دنی جنت این ناصالح عرقخور و زناگر و دزد و قمارباز و فالبین و بخشیباز و دروغچی و نیرنگباز و پرسنخرش این جاش دوزخ کاملا نشونش داد. میگه جنت اومد رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه یک بار درام میگه فرشته قصر ساخته سیاه یک دم گرفتم با یک کار کردن. گفتم جبرائیل جان اینا چی کار دارن؟ یک کار میکنن یک دم گرفتن. همین صاحب خونه گفت ذکر ندورمد، همین صاحب خونه گفت سبحان الله الحمد الله اکبر عبادت کردن سر کرد. اینا خونه بینا کردن سر میکنن از ذکرمون میمونن. من بنا الله فی دنیا مسجدن بنا الله فی الجنت قصرا انشاءالله خدا خواهد. کسی که میگه در دنیا مسجد میسازه خدا قصرش میسازه. و قصر یکیش ایت الله یکیش ای نقره عزیز من برات خانه ساز انشاءالله خدا خواهد. پیغمبر میگه از دنیا مزرعه الاخره دنیا گفت کسلاری آخرت عزیزای من. ما شما در همین دنیا یا جنت یا دوزخ ما ساخته بمونه.
همین دنیا ما کسب کننده هستیم عزیزانی من. دنیا مزرعة الاخره. پیغمبر گفت دنیا کیساری آخرت است. حضرت مولا میگه زراعتگاه دنیا جای کشت است، عبادت قیمت باغ بهشت است. عزیز من این دنیا نمیکاری خدا خواهد انشاءالله پگه قیمت در جنت میگیری. اینجا کار آنجا نخل بردار تا که شوی سرفراز از فضل غفار. اینجا میگه کاشیدن که ثواب را انشاءالله خدا خواهد میوهش فقط در جنت میگیری. تو دلگیر نشه خدا خواهد انشاءالله. خدا در قرآن وعده داره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله لا یضیع اجر المحسنین. میگه من از احسان کنان دارم، میگه هیچ ضایع نمیکنم. تو نگو که خدا خواهد من کردم خدا نمیدونه. نه، در پیش خدا هر عملی که میکنی انشاءالله خدا خواهد عین و عیان ضبط داده. خدا قرآن در وعده میگه سوره زلزله هم میخوندونی نه آخرین آیاتاش چی میگه؟ و من یعمل مثقال ذره خیر یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. کسی که اگر یک مثل من هوا نمیپردگی مثل هوا میشد، خونه اگر زن برویه هوا بین اگر چنگو میشه میده. اگر مثل همین هم میگه ثواب کنی اجرش هم بگیری، مثل همین گناه کنی جزات هم بگیری پیش خدا. دلگیر نشه که خدا خواهد. خدا دوتا کامرا در گندم دگه این بالاک دوتا کامرا استعیذ بالله سوره اشقاق نگه که خدا کرام الکاتبین یعلمون ما تفعلون. این کرام الکاتبین ها میدونن چی کاری که بکنی. تو خیال نگی که زنا کردی توبه کرد نمردی و زنا ضبط داده. امروز راستی عراقی خدا خواهد کردت کردی پتروف اومدی دیپلماتی پرسوچ کرده و ضبط میسته یا نشه قیامت میتید قیامت نخدا خواهد پتروف میاد بسرده یه بیا تو پلیمن از مسلمان بزی میدوسی دوزی حرامه زدی اومدی خدا جان اینا جزاشتی دعوا میکنه پیشی الله. اخدا بود است حلال زندگی خدا خواهد، حلال را حساب حرام را عذاب. من چینده دادم چندین بچه ها خدا خواهد پول چیزا زده و زده و کدام ناز که ماشین سور بشه بعد افتریته ماشین سور بشه پلی دوزی خونه میسازی پلی دوزی اخدا نمیترسی. حلال خدا خواهد انشاءالله حلال زندگی که حرام همش عذاب داره عزیزی من. یعنی شما خدا خواهد این بود منبعی که خدا خواهد خیر احسان اومد اگه خدا خواهد بته حتی خیر احسان کننده الله در جنت یک دروازه داره باب الاسخیا. خداوند برای سخاوتمندا الله یک در شایدگی است. بابی چی سخاوتمندا کسی سخی جاش جنت است. بر در جنت نوشت عیان که جای اسخیا باشد بهشت جاویدان. انشاءالله جا بهشت است. مثال کتاب رو مطالعهش کردم حتی اگر سخی بالای پلی صراط برای پاچش لرزه خدا توفیش میکنه که دنیا رو سخاوت میکرد. انا سخی یک خدای دروازه کشیده نکرد همه یک تن یک جان. این موضوع بیرون مدم همه یک تن یک جان که نه آباد کنه بتیزی بعد دی آباد کنه کشاده میشه آخر آخر انشاءالله. این مسجد فضیلت بسیار 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 برنده است. من امرم ساخته است. من همه قوم و جمعیت همین کلمه را گفتگی هستم جورا پل نداشتشی بیا خدمت کن انشاءالله الله همون اجر میتیه. دلگیر نشد من داده از من یا نه اومده همجا کار که خدا خواهد یتقیش یک بل خدا خواهد شغال پرتا الله همون اجر میتیه. شما دلگیر نشه چون که ما رستوران نساخته است، شما دیسکتک نساخته است. خدا خواهد انشاءالله طرف خونه نکشایده است. تو ببین خونه خدا کرده. این خونه خدا میدونی این بهترین موضع. یا گروه یهودا پیغمبر سوال کردن که یا رسول الله بهترین موضع گوشه پاچه زمین کجاست؟ چون که پیغمبر تا جبرائیل نمی اومد پیش خود نمی گفت. تا جبرائیل نمی گفت نگه تا خدا نمی گفتش. اگه اخبار نگه جبرائیل اومد چی گفت محمد سوال داشتن که کدام بهترین گوشه پاچه؟ گفت بست من رفت خدا پرسم. حضرت جبرائیل بلند میگه گشت آمد گفت که یا پیغمبر گفت من چنان به خدا نزدیک شدم که یگان بار نزدیک نشدم. چند قبل گفت بیانی گفت چند هزار پرده بود. های خدا چه گفت؟ خیر البقای گفت المساجد ها. بهترین گوشه پارچه زمین گفت مسجد ها هستن عزیزان من. بدترینش چی هست گفت؟ بدترینش گفت بازار ها هست. چون که بازار جای فساده امال ترازو میزنی امال بیتر میزنی دروغ قسم والله بالله تعالی یک موت خدا خواهد 62 قسم کردی بگذار میشه جای خوبه
این جای خوبه، این مکانه که خدا خواهد مکافات عالی بهترین جنت. الحمدلله اگر میان بند انشاءالله قوم جمعیت پیش کشه که خدا خواهد انشاءالله. بس صحبت میگردیم در دوران پیغمبر علیه السلام. بینید صحابه ها چنون دختراشون هم خدمت دادن، آرزو میکردن که بچه نماز خونده دختر ما بتیم، آرزو میکردن به یگان چیز و چاره، به یگان قلین و پلین و بلا و بدتر همین تمه دادن که ما که متا چی بلا زده که یا دختر تا نقشه باشته شده 50 میلیون 100 میلیون خدا خواهد انشاءالله. این گناه هست عزیزان من. عادی توی که خدا خواهد اکنام که زندگی تا پردار. پیغمبر اگر کسی که با اکنام کار میکرد به کم بغل نمیشد. و تو یک دختر که 10 سال با گومی زن جدا، بچه ها جدا، آیله جدا، اکت جدا، اپت جدا، اتت جدا، بیچاره اتت خدمت کرد نکن پل نیست چکا کرد نکن مجبور که داد که رفته سوده. من میام دروغم بگی یک میرم میام خودم با هم 3 سال گومی بیچاره شاو روز که چشمکاش در دریزه چشمکاش در 115 بار گومه میتره بیچاره. این پدر مادر ولی عذاب نیست فیلاکی فرزند. حتی حضرت جبرائیل سوال داد که عزرائیل کی؟ ای گفت خداوند گفت عزرائیل یگان بار گریستی. گفت من یک چیز نگریستم. چی نگریستی؟ گفت همین گفت یک زنه گفتی که جانش بگی نو کودک تولد کرده گفت همین نو تولد گفت رفتم جانش گرفتم همون بچه های ندیلم سوپ گیره کرد. این فرزند داغش کناری چیز نیست از دانه من. نکی بیچاره مجبورن اینا هم چکار کنن؟ مجبورن دعا تیان خدا خواهد انشاءالله. چوه بانکرات چی یاخی مرد اگر نادار گردد میگه غیرتش کم میشه، زن تم نمیفرسته کن. هم پل نباشه اکام زنم بفل بشه، هم پل نباشه نصره نباشه غیرت هم گم میشه. نه این شاید گفته که مرد اگر نادار گردد غیرتش کم میشه، او بروی او بیریزد میسی خاکستر شود. این زن فرقش نیست به خدا خواهد انشاءالله. چه شرکی خدا گشته او برود میرده او خلدار پیش تو میآید پیش زن نمیآید. بگم مردکی سکسکه ای مرکه میمونی ای ختمه میمونی ای توی میمونی چوکی هر گوی که بیند ایتارت کنه ابون میمیری نمی پرمسون بالا بیکور نبودن که آدم خلدار گفت یکمش گفت ایاکم و دایم هرگز قرد نگی. اولها گفت غم، یکمش غم ای گفت ثم گفت حربت ای گفت اخریش جنگ نشه. 15 که ندادی بیا بخونت گریبان میقپا میشپند شپل ندار سیفته او دواینده همی تنمتی هست با چی بود داده پرسنت با خدا خواهد ماش میتیمت $1000 نباید $100 هر مهمتی. این حیگوشی خوب نه حرومه تو باید که قاضی حسنه بتی باید یاردم کنی بود برادرت اکد دادرت یا گم که هممتنت هممالگیت همسایت بود نیکی بود شکارش میکنی با گروزیبش میکنی بیچاقلی پلی تحتی همی پل جمع کنه زنشه خورو نمی بعد چشه پوشو نمی وای بیچارم کوی کردیش سال دوزه و تو نمیتیاش با میگردم جا بد خدا خواهد در گجا در خنکو تنکوی او که نکن دوستی حقیقی باشی لیلا کنش وای ثواب جوش جنته. کسی که میگه من کان فی حاجتی اخی کان الله فی حاجتی، کسی که میگه حاجت اخیش نه برادرش نباشه خدا حاجتی رد او یک سمیتا خدا دستون کرد که طرف بتید پلت نه امرت نه رست نه کسل نمیکنه خدا خواهد وای نه اگر یادم کنی خدا خواهد وای دستگیریش کنی عزیزی من خدا خواهد انشاءالله. اگر میگه 3 چیز میگه آدم نباشه وای جنتیه. از 3 چیز میگه کسی که دور باشه وای جنته. یکم از کبر، ببین از آنی من از کبر کسی که دور باشه منی نکراخه حتی ماشین چه خریده وای چی نیست رد تمکه یا یکی تا خونه چه دلای ساخته که در کوچه تا کلا دندون کیلو کرده داخل کروتوی نه که خدا دوست نمیداره. این خدا بد میدگیشم وای من فقر میکردی ماشینو که ما چند کاره خدا خواهد این سال سیگنال داده موزیکا بلند مونده کروتوی تخره نه هیچی نیست وای یک آدم عادی هم میگیره و ماشینشه کیبر نکن منی نکن خدا این کرده میدگی. شیطان چوه چی کیبر چی شیطان چوه خدا 600,000 سال تو عبادت کرده چشماتا کشو 600,000 سال تو عبادت کرده من تو 20 سال میکنه میره تای خاک بچه میگه خدا راندش کرد. وقتی که آدم آفرید گفت که ای گفت من آدم آفریدم همین سجده که گفت انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین سوره صاد.
گفت خداوند من اینجا بهتر هستم. گفت چون که گفت تو من علا بنا کردی نه خواب کردی من اطاعت نمیکنم. انمی گپش خدا نفارید. فخرج منا فانک رجیم. گفت برو از درگاه من بره تو سنگسار کرده ملعونی مرجومی و علیک لعنتی الی یوم الدین. تا قیامت لعنتی من بر تو بود. انمی یک تکیبش کردی خدا 600,000 سالی را طاعت عبادتش بیکار شد. مؤرخ میگه یک کف روی زمین خالی نمون که شیطان سجده نکرده باشه. ای عزیزی من چی تکیه میکنی خدا خواهد انشاءالله. مکن میگه از کبر دعوای کلانی یقین پوسیدم مشتی استغانی. با کبر کلمه نه یک مشتی خاک کرد. خدا اگرم پوفت کنه خدا خواهد گرده برفته فلچیه هیچ کار میکنه. چکار کار میکنی؟ هیچی عدت چی میکنه خدا خواهد. اصلا تاست یک قطره منی با چی ها میکنی تو منی میگه. اصلا دیگه آبی پلیته. ایوه با آبوزی میکنی ایوه با نفرت میکنی. اصلا تمینه میگه چی ده تو منی میکنی. یک 200,000 نه و 500,000 نه منی میکنی. کسی که میگه از غلول میگه دور باشد از فریبگری و از غارتگری میگه از حرامخوری دور باشد و جنت میرود. سیمش عزیزانی من چی بوده است؟ من خدا خواهد انشاءالله قرضدار آدم جنازش خونده نمیشد. اگر دعوا کنن مردم قرض داشته که پیامبر اسلام 3 جنازه را پرسیدن. این چی از گفتن؟ یکمش پرسیدن که یعنی قرض دارد داده میشد قرض شد گفتن شد میکنه. آخرش گفتن که قرض دارد کی میتیادیش که از بکله نگرفتش برفتن جنازش نخوندن. چون که در قبرم عذابه شنگت میزنن در قیامت عذابه. عزیزانی من نکی کاره قرضداری داده گیر ولی قرض گفته گرفته گشته چند تا آدم های روز سعیدی من میدرن دولنده دوره قرضگو آدم میگه که بعقلنده یک نکته بس از هر کی شعور است ورنه چراغ پیش کور است. محمد گفته که یک تا حدیث بس آدمی بعقلی با میه خدا ترسنده وای به میه خدا من جگه 3 ساعت که در رقی قرض گردن با بعدی میگه پشول گفتن میگیدی اگر خدا بترسی انشاءالله خدا خواهد میتی. یکی دیگر انشاءالله خدا خواهد درباره تو انشاءالله خدا خواهد میگم. توی خدا خواهد بینید من در حال پیامبر صلوات و سلام ده حذیفه گفته یک عرب دختر ایمان میارد پیش پیامبر علیه الصلوة و سلام ده ایمان میارد. بعد میگه که دخترم شوهر داری؟ میگه ندارم. بهترین زن همان زن است که میگه پیامبر سلام شوهر داشته باشه. این دخترها نداریم بعضاش خواهد بیوه شدی هم بیچاره ها گیم که باید داشته نبسید و یا فورا انشاءالله خدا خواهد بتیم. یا که شما عزیزان درست فهمید شما عزیزانی من شما انشاءالله خدا خواهد یا که یعنی بچه دارا را بگیره از مد داشته خدا خواهد بچه دارا نگرفتن بچه داشته در کاری بچه ده وقت پیامبر سلام نامش از برمد یک زن شونه 4 تا بچهش که گرفتگی انا سنت. اولین زنی که رسول الله حالی دختر خونه نگرفتگی بود بیوه ای خودش 15 سال کال نگرفتگی انا سنت ها بچه یک شکی خدای چی عیب داره که شوهرک مرده یا جداش خدا خواهد و مهرکت پیغمبر همون زن 4 مثال انشاءالله بچه کلان که برسونده داد. این سنت خدا خواهد هزار نکه بچه یک لای هزار نکه ای خدا خواهد شد یا خانه بعض همسا خانه و بیا بشی که زیته میشه اگر خونه رفتش این اگر زلک خونهش خونه نیست. من مثلا مثال دوری پیامبر اسلام میارم. همین حذیفه ایمان آورد گفت که کسی اپلو خواهی گفت رسول منو بته گفت چی گفت؟ رسول اعلام کرد که کسی که یکم شده در نماز بامداد مسجد روی همین حذیفه زنی هوایی بینید میگه صحیب میگه رومی چون که جا نداشت خونش این مسجد بود. رسول برمدن که چون که رسول خونش درش به مسجد چشمدگی بود حتی می برمدن نماز میدونن دیدن که همون صحیب شده گفتن بچم خوب مبالغ کنه خدا اولیش که دلمدنی وعده حذیفه فکر کرد که همین هم میگیریم گفت چی حکم کنی حکم شما مونده حکمه ولی ما که پیغمبر کپه کنه حال خدا نگیسته خدا نماز خونده شده دوزدگی زکات حج که خدا حرام نگیره نمیکنی ولی مون که پیغمبر ولی خدا نگفته نکرده که خدایی که خدا خواهد یک خطرها ما شما رو آفرید. گفت شید گفت بعدی که نکاح شد گفت که صحیب گفت پیغمبر آخه بیگانی یک زیافت نمیکشی بره نک زیافت تخره
آقا من پیغمبر خونه ندارم، گفت خونه من مسجد هست، بالشتا من همین دست من کسی یک بگم نمچه بخیرم نته. حذیفه که من خونه دارم، گفت پیغمبر من نمیبرم. بگه گفت بعد شام صحابه بره، گفت من ضیافت میکنم، من دارم. گفت ایتالش کرد برم خونش، برفتن میگه رسول الله برفتن ضیافت خوردن، دعای خوبش کردن فرمودن که بخناک شه. بعد گفت که میگه صاحب گفت میگه زن یک گپ گفت خدا هر دومن نعمت کرده داد، بیا همین شب اول بگنانه با طاعت عبادت روز میکنیم، خونه میریم، منم نماز میخونم، تام نماز میخونم، سنت های داماد و عروس باید که خانه بیاید دو رکعتی نماز شکرانه خونن، خدا از خدا اول فرزندای صالح پرسن. میگه تا سال عبادت کردن، قسم سحر بود که پیغمبر علیه السلام در وحی جبرائیل اومد گفت که محمد گفت خدا با گفت صحیب گفت پدرکه پرسوند. او گفت چی پدرکه بوده است؟ خدا گفت گناه هر چه گیزش گفت. وقتی که میگه صحیب نماز بامداد خود رسول الله که ای گفت صحیب بچم اینجا بیام، تو چی کار کردی که ای خدا جانبش پدرکه آمد برای تو؟ هیچ چی کار نکردیم، رسول همین زنه کردی، هر دوم تا سر نماز خونده شکران که اومدیم، گناه هر تگیزش گفت. میگه صحیب چنان دوید نرفت میگه پیشی یعنی حذیفه گفت زنک جای نماز بیار، مردک تینجه قدر خرسندی، من یک آرزو داشتم که الله گناه ما مگذشت باشه، الله گناه هر دوم گذشته، من بعد گناه داد. گفت عزیزی من خدا خواهد انشاءالله گفته خدا کنی شاد شد، گفته شیطان کنی خار شد. عزیزانی من گفتی خدا را بجا بیار انشاءالله خدا خواهد. من به این داماد میگم که انشاءالله خدا خواهد البته حیاتی خوب برن. زنها سه چیز دوست می داشتن عزیزانی من، زنها سه چیز، یکم دوست می داشتگیش باید که مردک دستش کشاد باشد، ژد نشه، بخیل نشه. حضور راستی رفته سه پیش ما میرن دامجه دعا کن همین زندگی خوش بکنیم، هم بچه کچا پویم، بچه کچا خوش خورونیم پوشونیم. لیکن بعضی مردها بوده که بار میکنه که زنش نقرد میداده، بعضی مردها بوده که بار میکنه 1 کیلو گوشت میارده، یک هفته 1 کیلو گوشت، 1 کیلو گوشت همه گوشت با بهتر زنک نخیری با خودت. اینا خود که نمک کردم ممکنه با عبدالله جان کتیر احمد جان سهر میمونی میاید، تو نخیری با کار کرد، تو زمین کرد نمیکنی، تو همون خدا خواهد کار تو برای فقط رو بیتی، تو فقط برای کاری. مواد اگر در سیز باید وقتی مردک گوشت تمام شد خونه اپت بردیش خوردیش. این مردک نیست. مردک میگه زن آرزوش بده که مردک انشاءالله خدا قد وسیک شایست. من امروز خدا قد 0.5 کیلو گوشت میخریم، سنت ای که انشاءالله گجای نشاشی خری زن نشاشی باید که بری، چون نه بری خدا قد چه خونه برای 300,000 400,000 نه جورات خرسان میگیری. زن بیچاره پوچکیلی در خونه گشته، زن بیچاره لباسی خوب نداره، این فرض در گردن چای فقط جواب بدی. باید زمین لیتی لباس چی بخری عزیزی من، چی خری ببریش، اوقات و چی که میخری برده زن تا بخورونی عزیزی من. و 1 کیلو گو 2 کیلوش که خدا خواهد، 1 تا تربوز گو 2 تا تربوزش گی، 1 کیلو 3 سوپ گو زر چم بگی آخی. برای چی حرکت داری، برای چی پرجت داری، برای آیله بی و نوالات خوش رو بخورو نکه، هم نوالات فن نکنی ہوزی کشا بسه نوالات دیده بیاد بچه هم ککروز میورم، سیمشکت میورم، سکیچت میورم، دوری می بعدی که نبردیش تو کذابی تو دروغچی هستی که. پیغمبر چی گفت؟ الکذاب لا امتی، دروغگو امتی من نیست. اگر امتی محمد نشنگی همین وعده بدونی علامت منافق بدبخت و علامت سیاه، وعده کنه خلاف میکنه، گپ زنه دروغ میگه، جنگ کنه حقارت میکنه. منافق نشه خدا خواهد انشاءالله. آیله تا چکا کن خدا خواهد انشاءالله بخورم ببوشم مزه کنه. چند قدر زیاد بودیشو همه قدر خدا میتید نبودم. خدا تیانده دوست میداره خدا خواهد انشاءالله. چند که برای آیلت میکنی، برای زنی خودت میکنی، برای بچه خودت میکنی، برای نیوه برای من نمیکنی که خدا خواهد انشاءالله. اوه بسیار مرد بود تایوه نمونش پسیده میده از خدا خواهد و میگن که نخوردگی ها کیا باید بخیرن.
یک یجاد من مردم و هم پلو میمونه و چیاده کیا با میخرش انشاءالله. من همین انشاءالله خدا خواهد چکار کنین از زانی من. زنها دوست میداشتگی باید مردی چی باشد؟ سخاوتمند با غیرت باشد عزیزانی من. سخاوت کن. دویم دوست میداشت است عزیزانی من. میشه شما خوبه چیا دوست میداشت است؟ دویم انشاءالله دوست میداشتگیش عزیزانی من باید که مرد زن حمایت کند. همیشه زن حمایتگر شما هستی ادوکاتش، شما هستی پرزیدنت خونه انشاءالله خدا خواهد. زن تا همیشه خدا خواهد حمایت کن، همیشه انشاءالله خدا خواهد زندگیش بلند کن خدا خواهدشان نمون کوچه بولمده کار کنه. ای بایی شرمندگی که خدا خواهد خود در خونه بشینی پول در دست تو زن رفته مردی کاری کنه. این کدام انصافه؟ بس شده خودش. پیامبر سلام فاطمه علی در داد سحر اومد خیشچه نواد بزیچه نواد یکان چیز بازیچه نواد سحر اومده شنون اینجا علیه شنون اینجا فاطمه شنون گفت بچه هم گفت یک نصیحت تو میکنم من نصیحت میگیرم خوابگاه زن گفت بچه هم گفت علی گفت از بیرون دروازه نگفت درون اپسپیس کردن وظیفه کرد. زن گرفتی میپویش تو میپویش تو میپویش من نمیپویش. از ما شما خواهد زن داده ساده امروز با من دختر من میپویستم گوارش که خواهد بایش که کسش ها بانیسه برش این خوشنمانه ظالم فقط جواب میده خواهد کارش نست خودش نست خواهد انشاءالله موارد بیباشد تبلیغ شود بر عطت خرد. یک آیله جدا شده چی گهواره بیچاره زنم میگد من تو دست یتم تونی گواره کنه شما برده پیشم کرد بره عطت گواره نکرد من افتادیت من نول کرد امره ویزد گواره کردیم حیات شیرین خودتا باری چیز خدا خواهد نیست نابودش که پرتا ای چشمان مردکت کرده خدا گواره تو خواهد. من دختر من دادم نانی ساده من دروغ نمیگم من طرفی دامل کرد که من نبید بچه افتاد تو بچه تو خو میره در کو باشه دیوانش میخری ما تونه دیوان پیوان ایتا تو دستو داده میکنه. یگانه میگم اگر خدمت نکنه بچه تا حرمت نکنه جواب شکل من دختر من میارم نیکی برای چیز گفته اگر میکنه باشی خودت تجمع کن. اگر یگان جانه گم بزده زنت که داملای چی نکن ای من نزدین جمعه نمیخید دارم تو رو بیندن میگم نا انصاف من همش جو بجا این همش واسطه خدا توه این دروغه همش دو تا آدم دونه شید کاخی چی در کاره مثال ویست ایشیاندن یا که ویست یه برده تا که کوپت رکلامه کردنش ویست خدا خواه کوپت نکردنش نکی کاره. سیم زن دوست میداشته این دوست میداشته که سیم چیزش پدر مادر و اکه و خواهش حرمت کنه بچه یک حرمت خدا خواهد انشاءالله وای خدا خواهد پدری و پدر تای مادری و مادر تای خواری و خوار تای از میخوای که تو خدا خواهد انشاءالله بیایی که اپت قدخشه داشته شه میخوای خواهد تا دادگاه جولنده براید لیکن خواری وی خدا خواهد فقط لعنت حقارت گناه کبیره حقارت کردن دوست میداشته که پدر مادرش خدا خواهد حرمت که خدا خواهد بیاید تاری سر دو روز سه روز مهمونش که خدا خواهد یا رفته زنبک چهار تنگه در چونتک شده داد میکنن دعا شب بگی خدا خواهد زن باید نکیز وظیفه کن در تاری سر گفتت میگرده خدا خواهد انشاءالله میگه این محبت نیست عشق نیست و نیست برای چی عشق و محبت نیست سبب که خدا خواهد هر دو ما گروبی من گروبی زنک گروبی و این نمانات بکن نورمند نکنه واش خودگی هم زر خونه زر حیات نیست از این من وقتم شده است خدا خواهد انشاءالله صحبت کنیم صحبت بسیار است انشاءالله خدا نصیب کند و روزهای خوب صحبت میکنیم انشاءالله